کشورهایی که زنان در مدیریت‌های سیاسی اون کشورها حضورشون برجسته تر هست، بیشتر به چشم میاد، اینها شرایط در واقع باثبات و صلح‌آمیز بیشتری رو تجربه میکنن. تاریخ که اینو نمیگه. یه افسانه فمینیستی هست که درازای این افسانه به مدتی هستش که فمینیسم بر ما حاکم شده و اونم اینه که اگر حکومت و کنترل سیاسی دست جنس مؤنث باشه دیگه جهان گل و بلبل میشه و دیگه جنگی نداریم و اقتصادا همه روی پیشرفته و خیلی پیشرفت میکنیم و خیلی خوب میشه و اینا. و این ادعا رو و این افسانه رو امروز که نه توی یه سری ویدیو میخوایم بررسیش بکنیم و ببینیم آیا راست هست یا نه. مثل همیشه اینا دروغ میگن. منبعمون برای این سری از ویدیوها کتاب زن بر سریر قدرت از محمود، اینجا من نوشته، محمود طلویی. امروز میخوایم راجع به کلئوپاترا صحبت بکنیم که میشه گفت اولین زنیه که به طوری که توی تاریخ اومده، از زمانی که تاریخ نگاری وجود داشته، اولین زنیه که میشه گفت قدرتمنده و قدرت سیاسی داره و توصیفی که خود محمود طلویی راجبش توی سرتیتر نوشته اینه که اولین زنی که جاذبه جنسی رو در خدمت قدرت قرار داد. و با این اینترو بریم ببینیم که کلئوپاترا چه غلطایی کرد. کلئوپاترا یه دختری بوده که کاملا نماد یک دختر موفق و مستقل در زمان حال هم حساب میشه. یعنی فمینیستا دیگه خیلی خوششون میاد. خیلی میگن باهوش بوده و چندین تا زبان بلد بوده، ایرانی، رومی، مصری، مثلا عبری، همه اینا رو بلد بوده و آره دیگه به هر حال از هر انگشتش یه زبان میباریده. خیلی جالبه. کلئوپاترا دختر پتولمی 11 و وقتی پتولمی 11 میمیره کلئوپاترا بزرگترین فرزند پتولمیه و اولیشه، بعدیاش پسرن و پتولمی 12 که میشه داداش بزرگی اون خانواده. به هر حال توی چی میگه آقای متریا؟ آیین قدرت در مصر اینجوری بوده که چون بزرگتره کلئوپاترا بوده و در عوض اون برادره پسر بوده، قدرت رو نصف میکنن. یعنی چون بزرگتر بوده و این پسر بوده جنسیتش. آقا چرا بزرگتر بوده باید میدادن به اون؟ یعنی چی؟ این چه حرفی؟ همینی که هست. همینم بقیه نداشتن، منتظر بودن پسر به دنیا به دخترها با تیپا مینداختن بیرون. تو کجای کاری هستن؟ و اینا 2-3 سال بر مصر مشترکاً حکومت میکنن تا اینکه همون دوباره تعصبه اجازه نمیده که یه دختر بر سر کار باشه و کلئوپاترا رو اول از حکومت و بعدم از مصر تبعید میکنن و میندازنش بیرون. چقدر راحت شد. بله، میندازنش بیرون تو سوریه. بعد تو سوریه میشینه و دنبال لشکر جمع کردن و حمله کردن و بازپسگیری قدرت هستش. توی دقیقاً همین زمان جنگ قدرت بین داداش و خواهر یه جنگ قدرتی هم وجود داشته تو روم بین پومپی و جولیوس سزار که معروف ترین شخصیت رومه و در جنگ و تعقیب و گریز بودن. پومپی فرار میکنه سمتای روم، اسکندریه، سوریه، همون جاها. این هوادارای داداشه و ارتش اون داداشه پتولمی 12 برای عرض ارادت چی میگین شما بهش؟ پاچلیسی؟ نه. آره، برای این کارا میگیره و پومپیو میکشه، سرش میبره میفرسته برای سزار و سزار عصبی میشه. آقا این چه کاری بود کردی؟ زشته فلان و اینا، من اینو زنده میخواستم اصلا اینا. و اینجا یه دیدگاه بدی شکل میگیره بین سزار و پومپی که بعدها تأثیر گذاره. در همین وقت کلئوپاترا فرصت طلایی رو جلو خودش میبینه. یک دروازه خالی به عرض 12 متر و طول چند متر؟ نمیدونم طول دروازه چقدره، شاید اون 12 هم اشتباه گفته باشه. چیکار میکنه؟ ور میداره، استوری میذاره، همه رو هاید میکنه غیر از جولیوس سزار
معنی این کار در اون زمان چیه؟ به صورت مخفیانه میره وارد اسکندریه میشه و یه سری هدایا ارسال میکنه برای جولیوس سزار. حالا شاید جالب باشه براتون بدونین هدایا چیه. یک فرشی بوده لول کردن، این فرش رو برای جولیوس سزار فرستادن. داخل این لول خود کلئوپاترا بوده. این لول رو که باز میکنن فتبارک الله لحظه گل میروید به باغ. گل نه، خیلی چیز بدی گفتی اصلا، خیلی بیمزه ای. بعد اونجا دیگه اون تکمیل میشه دیگه، میگه اصلا پومپئی کیه بابا، تو فقط تو، اصلا حکومت مصر فقط برای توه، حکومت مصر چیه اصلا، اینم برای تو. بعد چی؟ قلبم پتولمی ناراحت میشه، آقا یعنی چی، برای چی حکومت اینو به رسمیت شناختی؟ اونا جنگ میشه. خب یه ارتش 4000 نفره از روم که به طرفداری کلئوپاترا و یه ارتش 20000 نفره از مصر که میخواستن نذارن کلئوپاترا برگرده. فکر میکنی کی این نبردو برد؟ 20000 به 4000. 20000 بود. نه 4000. انگیزه اینجا مهمه. شما فکر کن انگیزه سربازای مصری چیه؟ مثلا به چه در و پاد انگیزه سزار چیه؟ خیلی فرق میکنه دیگه، درسته؟ حالا این مثلا آقا سزار خیلی سردار قوی بوده، استراتژیست بوده، بلد بوده جنگ، نه اینا اصلا تاثیر. انگیزه مهمه. من اگه بدونم انگیزه اونه، من 1 به 10,000 اصلا خودم میجنگم و کار رو در. خلاصه حکومت مصر رو کلئوپاترا هلو برو تو گلو بدون انجام دادن هیچ کاری در میدان عمل، در واقع کاری انجام داده ها ولی پشت میدان توی تخت آره میشینه بر تخت حکومت مصر رو برای جشن گرفتن این با هم میرن ماحصل تو کشتی تو رود نیل و وقتی این تموم میشه کلئوپاترا بار داره. چه تفریحی کردین با هم، زشته اصلا. خلاصه سزار برمیگرده روم، کارهای اونجا رو انجام میده، فتوحات جدید و اینها. کلئوپاترا میگه آقا من یه بچه دارم از سزار، اسمش هم سزاریونه، میخوام بذارم و قاعدتا خب این میشه وارث حکومت روم دیگه. و خب یه پرانتز اینجا باز میکنیم که رومیا در اون موقع چون مرکز تمدن بودن اصلا خیلی تعصب رومی داشتن، یعنی نسبت به هر نژاد دیگه معتقد بودن که اینا وحشیان، بربرن و اصل تمدن اصلا برای ماست. شهروند روم بودن خودش یه کردیت حساب میشده. نمیخوای به کردیت هم گیر بدی؟ نمیدونم فارسیش. اعتبار. و آره یه تعصب رومی این شکلی وجود داشته و وقتی این ادعا مطرح میشه همه رومی‌ها شاخه‌شون تیز میشه که یه مصری میخواد بیاد اینجا حکومت بکنه، بچه یه مصری. و سزار چی کار میکنه؟ کلئوپاترا رو دعوت میکنه بیا روم، یعنی رسما میگه که آقا آره این بچه منه، اینم راست میگه، همینی که هست میتونی بیا دعوا کنیم، من خیلی قویم. میاد به روم کلئوپاترا و داستان‌های عجیب و غریبی با هم رقم میزنن. یه تو جلسات سنا که مجلسشون حساب میشده به نوعی فکر کنم، یه تخت میذاشته اونجا برای کلئوپاترا، تخت طلایی از طلا. بعد میشسته کلئوپاترا تو سنا و بعد یه تو اون ویلایی که در کردان روم برای کلئوپاترا تدارک دیده یه مجسمه طلایی از کلئوپاترا میسازه و اینا بدآموزی داره دیگه آقای سزار. الان فردا روزی به من بگه سزار تو این ویدیو رو گرفتی، سزار این کارو کرد، تو چرا این کارو نمی‌کنی؟ من چیکار کی میخواد جوابگو باشه؟ من نهایتا سالاد تو رو بتونم بخرم برای یارو. در همین به اصطلاح کشاکش و فتوحات ها قبلش البته سزار میشه اولین دیکتاتور مادام العمر روم. دوباره پرانتز، روم در اون زمان یک حکومت جمهوری داشته، یعنی سنا تصمیم میگرفته برای روم و تصمیمات سیاسی و سنا میگرفته که سنا مثلا از
یک نوع خیلی تقلیل یافته اولیه دموکراسی بوده دیگه. یعنی برای کسایی که میتونستن به سنا رأی بدن، مردان بالغ رومی غیر برده، فقط این دسته از آدم‌ها میتونستن رأی بدن. یعنی اگه برده باشی، بچه باشی یا زن باشی، حق مشارکت در دموکراسی روم رو نداشتی. یعنی اینا همه با هم مساوی بودن. خیلی خوب. و در شرایط حساس کشور درگیر یه شورشی میشه، درگیر حالای جنگی میشه، یه چیزی میشه که دیگه احساس میکنن که سنا ممکنه اختلافات اون تو برای روم خطرناک باشه، یکی رو به عنوان دیکتاتور موقت انتخاب میکردن تا اون رفع و رجوع بشه، بعد دوباره برگردیم به حالت سنا. اما سزار انقدر قدرتمند بوده و انقدر از خودش لیاقت نشون میده و انقدر نفوذ میکنه به سنا که به عنوان دیکتاتور مادام العمر منصوبش میکنه. میگذره و وضع سزار توی سنا و روم خراب میشه، علیهش توطئه هایی چیده میشه، آقا اینو بکشیم پایین. و اکثرا هم توسط همون جمهوری خواهان که میگفتن یعنی چی دیکتاتور، باید دست سنا باشه، و توطئه میکنن برای کشتن سزار. و حضور کلئوپاترا نه تنها این وضعیت رو بهبود نمیبخشه و کمک نمیکنه، بلکه بدترش هم میکنه. چرا؟ علت هم توسط رومیه. آقای مصری اومده نشسته تو تخت طلایی تو سنای ما، داره میشینه اونجا میبینه ما رو. اصلا واقعا سخیفه. یعنی منم بودم اصلا توطئه میکردم بر علیه، به همین یه دلیل، اصلا دلایل دیگه مهم نیست. خلاصه توطئه شکل میگیره، سزار رو میارن به سنا و با 23 ضربه کارد داخل سنا سزار رو میکشن. از کجا میدونی؟ 23 تا رو، یا اینکه میکشن که میکشن. خب بعدش نیست. کی گفته 23 تا؟ تاریخ روم به شدت دقیقه، واقعا دارم میگم. یعنی تاریخ نگاران اون موقع مثلا به تعدادش 23 تا زدن، یکی اونجا نشسته بود دونه دونه اینا رو میشمرد. چی احتمالاً، حالا من ندیدم ولی یه فیلمی چیزی که دیدم فکر کنم هر کی یه دونه زده، برای همین فیلم از اون موقع یعنی فیلم گرفته نه شده. بعدن یکی فیلم درست کرده. چرا انقدر سوال میپرسی؟ آخه مربوط به 100 سال پیش نیست عملاً. خب باید ثبت کردن دیگه، اتفاق خیلی مهمی بوده. یارو آدم ساده ای نبوده که مثلا تو خیابون بکشنش، سزار بوده. و موقعی که این اتفاق میفته، توی یکی از ارکان اصلی این خیانت یه فردی بوده به نام بروتوس که رفیق سزار بوده و اصلا سزار اینو آورده تو سنا، آوردتش بالا و این خیانت رو میکنه. موقعی که این بروتوسه میاد ضربه مثلا حالا 12 13 یا 15 و 2 3 رو وارد بکنه، میگه بروتوس تو هم. و این از این به بعد مسئله برای خیانت شده. آقا تاریخ به درد نمیخوره، به چه کاری میاد الان اینا که به ما گفتیم اینها دیگه، الان این ضرب المثل استفاده کن، از این به بعد اگه خیانت کرد برای بفرست. چه اتفاقی برای کلئوپاترا در این وقت میفته؟ بیچاره میشه، رسما بدبخت میشه. و چرا؟ چون تمام قدرتش متکی به سزار بوده دیگه. اولین زن قدرتمند تاریخ تمام قدرتش متکی به یه مرد بوده به واسطه شوهر کردن. بعد حکومت مصر رو اون داده بهش، این آوردتش روم، این بهش ارج و اعتبار داد و الان اونم مرده. اول از همه که مجبور از روم فرار کنه، چون احتمالاً میکشتنشونم. بچه به بغل همون سزاریونو که قرار بوده وارث روم باشه میره به مصر، که اونجا هم اوضاع خرابه. چون چند وقت تو رفتی اونجا، سلیط خانم، رفتی تو روم نشستی تو ویلای گردان روم، تو مجسمه طلایی و تخت طلا تو روم و ما رو ول کردی رفتی. پتولمی 13 داداش دومش و که اتفاقا شوهرش هم بوده. چی؟ شوهر داداشش مگه نبوده؟ اون زمان تو مصر و اینا رسم بوده و اصلا تو خیلی از خاندان‌های پادشاهی رسم بوده تو همه جهان که اون خاندان خیلی اشراف و اینا میخواستن خونشون ناخالصی پیدا نکنه. تو چیز هم هست دیگه، چیه اون سریال گیم آف ترونز اینجوریه، با هم چیز میکنن که خونشون قاطی نشه با بقیه. و اون واقعا اون سریال یه سری فکتای تاریخی داره تو داخلش. اژدهاش هم واقعیه؟ بعید بدونم. کلئوپاترا
برمیگرده به مصر به هر ترتیبی که هست و قدرت رو از چنگش در آوردن دیگه با همون توصیفاتی که گفتیم. و وقتی برمیگرده به مصر خیلی خوب اوضاع خوب نیست براش از لحاظ سیاسی و اولین کاری که یک زن قدرتمند مستقل تابلوه هست زن اینجوری کرده چیز داره از اونا انجام میده وقتی برمیگرده همچین وضعی میبینه چیه؟ شوهر میکنه. نه داداششو مسموم میکنه، داداش و شوهرشو، و داداشش میمیره. البته به احتمال بالا، یعنی یهو یارو میمیره مثلا اینجوری و همون زمانی که کلئوپاترا برمیگرده میگن که خب احتمالاً تو کردی دیگه تو تاریخ. بعد اون زمان تو مصر قحطی میفته و وضع سختی پیش میاد در زمان همین چندمین دوره‌ایه که این دوباره برگشته حکومت مصر و چند سال قحطی بوده. حدودای این چند سالو خیلی خوب مثل این که مدیریت میکنه و بازم تو کتاب نوشته با بکارگیری مردان لایقی که اطرافش بودن. چی کار کردی خودت؟ بنظرم آقای طلوعی زن ستیز. خودت چی کار کردی کلئوپاترا؟ نه آقای طلوعی زن ستیز. همزمان در این اوقات یه جنگ قدرت دیگه تو روم شکل میگیره بین همون جمهوری خواها و به اصطلاح کسایی که طرفدار دیکتاتوری بودن، همون به شیوه سزار، و دیکتاتوری خواها میبرن، جمهوری خواها میبازن و ولی نه خیلی، یعنی چیزی بهت بگم چون یه دونه دیکتاتور نمیاد سر کار، 3 تا دیکتاتور میاد. البته میشه گفتش که خیلی بردن چون به جای یه دونه 3 تا آوردن. حالا به هر روی این 3 ضلع قدرت توی روم یه سری دعواهایی دارن با هم، این یکی سعی میکنه قدرت خوش ببره بالا، اون یکی رو بیاره پایین و این بالانس این قدرت دوستان تو زندان زشته اینجوری راجبش صحبت کنی، ولی به هر حال 3 ضلعش هم مارکوس آنتونیوس که مارک آنتونی معروفه توی تاریخ، اوگوستوس یا اکتاویان، 2 تا اسم نمیدونم چرا 2 تا اسم داره، و لپیدوس. و ما بیشتر با مارک آنتونی و اوگوستوس کار داریم که بیشتر هم با مارک آنتونی توی این ویدیو. خلاصه این وضعیت رو که کلئوپاترا میبینه میگه ایول چقدر شوهر، یعنی فوق‌العاده است، من دوباره میتونم نفوذ خودم رو زیاد کنم. حالا به نظرتون تو این 3 تا باید سراغ کی بره؟ حلقه ضعیف‌تر، اونی که از همه بیشتر ضعف داره رو دختر میره سراغ اون و مارک آنتونی رو انتخاب میکنه. مارک آنتونی حالا یه علت دیگه هم داشته، چون مارک آنتونی مسئول این بوده که بره فتوحات شرق رو ادامه بده، بیاد به قلمرو اشکانیان حمله کنه و اونجا جنگ داشته باشه و روم رو گسترش بدن به این ور و به این ور و بالا و پایین آفریقا و اینا. این رفته شرق. حالا تو شرق کی هست؟ کلئوپاترا میاد توی اسکندریه، توی تارسوس پهلو میگیره، لشکرش اونجا مستقر میکنه و کلئوپاترا نامه میزنه میگه بیا ببینم چه شکلی هستی، یه عکس قدی از خودت بفرست. کلئوپاترا میره یه عکس قدی از خودش، اما این دفعه لای فرش نه. اون موقع یه دختر بی‌دفاع از حکومت رانده شده 20 ساله بود، الان یه دختر کاملا قدرتمند دارای ارتش و ناوگان و البته 25 ساله. اون سزار بود، این مارک آنتونیه. مثلا جریان بازی عوض شده، این دفعه قدرت دست کلئوپاتراست، این دفعه روی فرش میاد و میاد و همدیگر میبینن و مارک آنتونی همون اول عاشق میشه. با بذار یکم بگذره، آره با تمام شکوه میاد و با ناوگانش میاد و اینا و آره کلا لشکر رو همونجا ول میکنه. اصلا یادش برای چی اومده بودیم اینجا؟ می‌خواستیم بریم لشکر کشی کنیم، شرق رو گسترش بدیم، بریم لشکر کشی شرق رو گسترش بدیم، بریم با اشکانیان مبارزه کنیم. لشکر رو ول میکنه، میگه فقط خودت، اصلا همه رو ول کن. میگن اول بودن خیلی بده بر همه چی، همینه ها. یک درس دیگه در دل تاریخ. اصلا آقا تاریخ به چه دردی میخوره؟ چرا همش این چرت و پرت بیا آقا به درد خورد اول نباش.
انقدر اونجا میمونه ایشونوش میکنه میره مصر حتی، یعنی لشکر اونجا تارسوس ول کرده باشه رفته مصر. دختر عقربه اصلا، میره اونجا و پیش کلئوپاترا و میمونن و اینا. صفی اینو از کجا میدونیم که خیلی دیگه بوش در میاد؟ سفیر روم داخل مصر یه نامه میزنه به زن مارک آنتونی. آقا زن داشته؟ بله، تو روم یه زن داشته، اونم تازه ول کرده اومد اینجا که آقا این اینجا داره بازی در میاد. این اینجا 24 ساعته تو این پارتی و اون پارتی و شب میاد مأمور جمعش میکنه میبره و اینا. تو اینا خودشون مأمور بودن. این تفاوت از کجاست تا به کجا. آره و یکی اینجوریه. در همین مدت عشق و حال در مصر و به هر حال از امکانات اونجا استفاده میکرد و پارتی های شبانه و اینها، هی رومیا میگفتن چه غلطی داری میکنی، هی زنش چیز بود و اینا، زنش میمیره. ای وای خیلی احتمالا ناراحت شده، ولی خب دیگه از این راحت دیگه اون انقدر عذاب وجدان آقا من یه زنی داشتم اونجا و اینا دیگه تمام میشه و میگذره. بازم عشق و حال میکنه، هی عشق و حال که عشق و حال دونش پر میشه. از طرفی رومیا دیگه خیلی خشمگین میشن، میگن اگه ما بازی نیستیم بازی خراب، یا همه رومو بیار اونجا با هم اشغال کنیم که قطعا کلئوپاترا ظرفیت همه رومو نداره، یا برگرد روم که ترجیح میده برگرد روم. اوگوستوس یا اکتاویان بگیم دیگه بهتره، اکتاویان توی این وضعیت ببین چه بیشرفی انجام میده. میگه شما فقط داشتین اونجا سیاست بازی میکردین، متحد بازی میکردی، از امکانات استفاده میکنی، اگه واقعا اینجوری بیا خواهر منو بگیر. و مارک آنتونی اینجوری میشه که عاشق اونم بوده، بعد اگه اینجام بگیره که خبرش میپیچه، بعد دیگه چجوری برم اونجا، ولی میگیره. بنا به مصلحت سیاسی خواهر اکتاویانو میگیره که اسمش اکتاویا بوده، خلاقیت، و با کمال بروری باز برمیگرده به مصر و اونجا دوباره ادامه بازی و لشکرکشی، ادامه بازی قدرت و لشکرکشی رو دوباره انجام بده. برکه میگرده به مصر. این دفعه دیگه آقای مارک آنتونی باسنت باره است، کلئوپاترا اصلا راش نمیده خونه، یعنی کلید در عوض شده. بعد زنگ میزنه، بعد از این چشمی نگاه میکنه میگه برو پیش همون که تو الان بودی. بعد دیگه یه روز جلو در میشینه، بعد که در رو باز میکنه میاد تو 2 روز رو کاناپه میخوابه و اینا. خیلی سخیفه این مدل سازی، ولی به هر حال با این حالت قهر رو از این سلیطه بازی‌ها کلئوپاترا دوباره یه کاری میکنه که مارک آنتونی بیشتر و بیشتر عاشقش بشه و این دفعه دیگه از دیدگاه بالا که تو دیگه یه گناهی هم مرتکب شدی و از این لاشی بازی‌ها، و به نفع خودش استفاده میکنه. میگه باید رسمی ازدواج کنیم، یه ازدواج بزرگ، جشن بزرگ، اون خبرش هم همه جا میپیچه که این دوتا با هم ازدواج کردن و یه قراردادی هم با هم میبندن که ما این قرارداد رو با یک نمایش بسیار هنرمندانه به کارگردانی خودم و همراهی دستیارم انجام خواهیم داد. حالا حضرت چه میکنید؟ ببین ما یه قرارداد داریم امضا میکنیم با طرف مقابل که حالا اتفاقی همسر بنده هم هست. داریم میگیم که ما حکومت مصر رو برای کلئوپاترا به رسمیت میشناسیم، پسرش هم به رسمیت میشناسیم که بعد از این باشه بعد چی کار میکنیم؟ سوریه و لبنان و فلسطین و اردن و قبرس هم میدیم به اینا. در قبال اینا به ما تعهد میدن که بتونیم از امکانات اینا برای حمله به شرق استفاده بکنیم. خب این چه سودی برای ما داره؟ میارزه. شما به عمق این چیز نگاه کن، طرف مقابل ببین چه نه اونقدر تا اون عمقش بر منه، اون عمقش بعدا من خودمه. به نظرم که بنویس خیلی زود راضی شدی دیگه. به هر حال دیگه انقدر عشق و حال انجام میده که بازم با کلئوپاترا و ازدواجم انجام میده و اینها که دیگه راضی میشن دیگه. بس دیگه بریم واقعا یه کاری انجام بدیم دیگه. روم خیلیه داره کم کم روم، حکومت روم
کم کم دیگه واقعا کم مونده بیان درمون بذارن. بریم در کیو بزنن؟ در قابلمه داشتیم و هرچی و میرن لشکرکشی میکنن به شرق. لشکر 100,000 نفره بزرگم آماده میکنن، 60,000 تاش رومیا، 40,000 تاش مصریا. بریم به جنگ اشکانیا. و کلئوپاترا خیلی امید بسته بوده به این در این وضعیت که این جنگو ببرن و نفوذ قدرتشون تو روم بیشتر شه و همجوری قدرت بیشتری پیدا کنن دوتایی با هم. و در اینجاست که با هم فرماندهی یه زن کلئوپاترا و مارک آنتونی لشکرکشی رو انجام میدن و همون تایم کلئوپاترا باردار میشه. پس میفهمیم که عشق و حال اونقدر ول نکردن، همچنان در هم موازی انجام میدادن. مجبور میشه کلئوپاترا برگرده که زایمان و اینا رو انجام بده. و حالا فکر کن مارک آنتونی بدون کلئوپاترا چه کند؟ اصلا دیگه آهنگ کردی ریمیکس میذاره برای خودش و هی بیار بریز بخوریم و دوری عشق و اگه سیگار اون موقع بود یه دونه روشن میکرد و اصلا خیلی به هم میریزه، خیلی حال روش بد میشه. نبردم عجیب غریب میبازه، 24,000 نفر یا 21,000 نفر تلفات میده از 100,000 نفر. یعنی ارتش هر 5 تاشون که میرن 4 تاشون برمیگردن، هر 10 تاشون که میرن 8 تاشون برمیگردن زنده. حالا دلیل این شکست چی بود؟ حولیت، یعنی واقعا ریده به بشریت. این شکست رو میخوره، با باقی سپاه مارک آنتونی برمیگرده، میشینه توی اسکندریه. اونجا هم لب ساحل بوده و غروبای خوشگل و دیگه میچسبیده دیگه، عشقم نیست و این حرفا. مثل بچه ها میگن دیگه، اون زمان مثل بچه ها میمونده، میشسته همینجوری فقط گریه میکرده، غروب خورشید نگاه میکرده و میخورده آبکی آب دیگه. هموطن خودت بفهم ما دستمون بسته است. یه سریعتر این کلئوپاترا رو بیاریم پیش من. به هر حال اون بچه رو به دنیا میاره و میاره پیششو و دوباره برمیگردن به مصر و همه چی از اول. در همین هنگام دوباره آماده میشن لشکرکشی بکنن که اون همسر رومیه که گرفته بود خواهر اکتاویان، اون برمیگرده به مارک آنتونی، بهش نامه میزنه، میگه عزیزم این سلیطه رو ولش کن، بیا اینجا، من دم روم وایستادم اینجا، لشکر و آذوقه و همه چی هم برات مهیا کردم، بیا پیش من. این کیه رفتی پیش اون؟ خانوم بد. چی؟ چی؟ تو نفهمیدی پس بقیه هم نمیفهم. سکوت کن. نفهمیدی جدی؟ چرا؟ خیلی بله. کاش اصلاحش کنی چون دوست ندارم بوق بزنم. و شاید اینجا به نفع مارک آنتونی بوده که واقعا بره اونجا از امکانات اون استفاده بکنه. دیگه بالاخره ول کن دیگه این کلئوپاترا رو دیگه، بس دیگه، او یه ذره به خودت بیا مرد. ولی این کار رو نمیکنه. چون چرا؟ چون عشق یه حرف دیگه میزنه. با این قلب به هر حال خیلی عضو مهمیه تو انسان و نمیره. حالا کلئوپاترا در این زمان تصمیم میگیره که این لوله تفنگو به جای شرق به چرخونه سمت خود حکومت روم و میگه که اصلا شرق چه بریم اونجا تازه فتح کنیم، تازه ما یه اعتباری بگیریم، تازه اونجا همین سناتورای احمق مثلا یه ذره به ما اهمیت بدن، مستقیم ضربتی بریم به خود روم حمله کنیم، حکومت روم بگیریم. بابا مسخره بازی چیه؟ مارک آنتونی اینجا به عنوان یک رومی اصیل چیکار میکنه؟ حتما میگه پیک میدهنه تو ببند. نه، میگه چشم قربان، هرچی شما بفرمایید. اینجوری دومرم تکون میده و بانو هرچی تو بگی. بعد حمله میکنن، تصمیم کنن حمله کنن روم. یه ناوگان جنگی آماده میکنن که از طریق دریا برن روم فتح کنن و بعدش هم عشق و حال و دیگه حکومت برای ما شد و اوگوستوس هم حتما خیاره، اکتاویان هم خیاره، رومی هم نمیزه و این تصمیم میگیرن. البته تاریخدانا میگن که اگر از طریق دریا از طریق زمین حمله میکردن یا ناوگان رو بیخیال میشدن و لشکر کشی میکردن خیلی احتمال موفقیتشون بالاتر بوده، دست و پا بسته نبودن. پس و این جنگ شکل میگیره، جنگی که میشه چند طور لقب و عنوان بهش داد: روم و مصر،
اکتاویان و مارک آنتونی یا اکتاویان و کلئوپاترا در اصل، چون دیگه مارک آنتونی مترسکی بیش نیست دیگه، هرچی بانو بگه حول بدبخت. بعد این خلاصه جنگ سر میگیره، ناوگان رومیا به سرداری مارک آنتونی، مصریا به سرداری کلئوپاترا تو دو تا کشتی مختلف اینو رهبری میکنه، اینا میرن و اولین برخورد و نبردی که شکل میگیره، بانو حالا میترسه یا نمیدونم چه اتفاق میفته، سریع فرار میکنه برمیگرده. مارک آنتونی اونجا تنها میمونه، بانو کوشی بانو رفته، بانو خونه شونه و مارک آنتونی دیگه همونجا چند تا تلفات میده ولی خب اونم زود برمیگرده. چون ناوگان مصری اصلا آسیب ندیده بوده، کلئوپاترا که برمیگرده مصر میگه که ما اصلا جنگو بردیم، اینجوری وانمود میکنه. خب یه حالت خبری نداشتن دیگه، مثل کره شمالی. بعد مارک آنتونی برمیگرده کلئوپاترا رو میبینه، میگه چه غلطی داری میکنی، چی کار داری میکنی اینا. کلئوپاترا مثل اینکه جوابی نمیده، اما واقعا نمیدونیم چرا برگشت، چه فازی داری. و این دفعه اینا تو موضع ضعف قرار میگیرن، اکتاویان حالا میاد به مصر حمله میکنه. اولین نبردی که شکل میگیره بین اون رومیایی که هنوز توی زیر پرچم مارک آنتونی ان و اکتاویان، سریع مارک آنتونی و مترسگ بانو کلئوپاترا رو ول میکنن، میرن میچسبن به باقی رومیا و مارک آنتونی شکست میخوره. در همین زمان که شکست میخوره خبر بهش میدن که آقا کلئوپاترا خودکشی کرد. دیگه فروپاشی روانی تکمیل میشه، آی بانو فلان و اینها. اینم تصمیم میگیره خودش رو بکشه به سبک رومی ها، خودش رو پرت میکنه روی خنجر و حتی عرضه این کارم نداره چون نمرده کامل، در حالتی که یه نیمه مرده و یه جونی بدن تو بدن داره و اینا، میان بهش میگن اسکاتو گرفته بودم با احمق پیشور، اصلا نگشته خودشو. بعد میگه پس حالا که اینجوری تا جون در بدن دارم من رو به معشوق برسانید. میرسوننش رو، کلئوپاترا میبینه و بعد توی اون لحظه رمانتیک پایانی در حالی که خون همینجوری داره میره و این حرفا و اون کلئوپاترا گریه میکنه و این حرفا، بهش میگه که هر چه سریعتر خودتو برو به اکتاویان تسلیم کن. و کلئوپاترا میگه باشه هرچی تو بگی آقایی فلان اینا، در حالی که این کار انجام نمیده. چرا؟ چون میدونه که اکتاویان هر چقدر قول و وعده وعید به این بده اینو زنده نمیذاره. قبلا هم این کار کرده بود، زمانی که داشتن میجنگیدن یه نامه بهش زده بود که آقا تو مارک آنتونیو تحویل بده، حکومت مصر برای تو، جون خودت و بچه‌هات هم تضمین، تا الالابد هم اصلا حکومت مصر برای تو. ولی این کارو نمیکنه. چرا؟ چون عاشق مارک آنتونی بوده؟ نه، از یه فمینیست که نبوده، ولی از یه زن مستقل چه انتظاری دارین؟ به خاطر اینکه میدونسته که اینا همش دروغه و مارک آنتونی تا مارک آنتونی تسلیم کنه و سلاحشو بندازه زمین میکشتش اکتاویان. این بار هم همین کارو میکنه و نمیره خودش رو تسلیم کنه به اکتاویان و در واقع بهترین لباسای خودش رو میپوشه، تا اینجا علنگو رو میندازه و اونم اینجوری خودکشی میکنه و زندگی خیلی رمانتیک و خیلی پرماجراش به اتمام میرسه. و چند تا بچه داشت اگه یادتون بیاد، هی باردار بود تو طول داستان. اولیش از سزار که اسمش گذاشته بود سزاریون، اون به دست خود اوگوستوس هم اکتاویانه کشته میشه برای اینکه شر میشه دیگه این بچه سزار، این اگه بیا اونجا ممکنه دل مردم دوباره هوای سزار رو بکنه، اینو میکشه که براش دردسری نباشه. یه 3 تا بچه هم از مارک آنتونی داشته، یکیش دختر بود و 2 تا پسر. 2 تا پسره یکیش اصلا معلوم نیست چی شده، اون یکی هم امپراتور بعدی کالیگولا میکشه تو روم و دختره تنها کسیه که اینجا به راه درستی میره، زندگی نرمالی پیدا میکنه، اونم با ازدواج با پادشاه موریتانی ازدواج میکنه، زن بر سریر قدرت و عاقبت به خیر میشه. در کل آقا چجوری عرضه میکنی؟ چند از 10؟ شما چند از 10 میدی؟ اول بگو. بنده 5 از 10 من یه ذره بالاتر 6-7 از 10، چون آدم بدی نبوده
اون دوره‌ای که حکومت خودش تنها کاری که انجام داده، اونم میگن با وجود مردان لایق بر مصر قحطی تونسته کنترل بکنه این حرفا، یعنی حاکم بدی نبوده. ولی خب بدشانسی زیاد آورده دیگه. شوهر اولش اونجوری خیانت کردن به شوهر دومی هم که بیشعور عذاب در اومد و بدشانسی آورده، یعنی میتونست اگر رو طرف هر دفعه رو طرف بازنده شرط بسته انگار دیگه. بد نیست. 6 از 10 7 از 10 بهش میدیم و این خوبشونه واقعا. توی زنا یکی از کسایی وای به حال پارت 2، وای به حال الباقی. یعنی اگه فکر کردید مثلا کلئوپاترا مثلا چیزه پیکمی هستش، شاید باشه با تعریف، ولی از بقیه بکنی بهتره. ما این دفعه دیگه منبرم آوردیم. دوستان تو کامنت ها دهن ما رو سرویس نکنن آقا اینا دروغه فلان. بابا از تو خودم در رأی آوردم که اینا رو، مثل شما هم نرفتم از تو تلگرام اینو در بیارم. کتاب از اینجا کتاب میخونیم ما معمولا. من از اینستاگرام دنبال، از اینستاگرام تاریخو دنبال نکنید، خیلی سخیفه. از ما دنبال کنید، وقتتون رو هرچی بیشتر هدر بدید. بله مرسی، ممنون، خدافظ. با الباقی ویدیو هم در خدمتتون هستیم. از این سری ویدیو حالا چیزای دیگه هم شاید بذاریم. ای من